ای نازنین با ما نگاه. لبه در همین نزدیکی ها یک باغ بود است. در کجاست میدانی؟ ها میدونم بالاتر روی طرفی راست گردید. دخترک را دزدیدند. کنی شین در ماشین. شین گفتم شین. بشین در ماشین. خدایا به چی روزها رسیدیم ها؟ در آشخانه مکتب سمبوسا نیست. به قهوه خونه میرویم. چونون گرسنه موندم که با خدا من هم گرسنه موندم. تو میایی؟ مایلش میایم. ها نباشد رفتیم. همین رنگ چی خیل؟ یا ایواز کنم؟ با فکر من که خاکسترنگ بهتر بود. این نوربانو این میای تو چگونه است؟ دیلگیر نشده باز گفته ای. مگر تو دیوانه ای؟ لیکن موافق قاعده های مکتب کدام قاعده؟ هیچ کس قاعده مایده را گوش نمی کند. دیرکتور هم چیزی نمیگوید. تو به این مکتب نوامدی کو. این مکتب را مکتبی پیشترت فکر نکن. اگر من مثل تو خوشرو بودم. درست، اما پدر و مادرتان چیزی نمیگویند؟ نه چی میگویند؟ ما با مادرم یک جای با آرایش خانه رفتیم. نه هم با پدرم هم بسیار معقول شد. پدری تو چی کوره؟ ساختمانچی. نه بوار کردین. چرا؟ پاید رو دراز کن. دوگونه بیبی کلان هم همین پاید زولیت رو نمیپشده. اگر که پدرت های باشد یکون پاید زولی فسونگی. دیر موندم. مادرم خواطر می شود. ما رفتم. پگاه می بینیم. خیلی نازمون. امروز با مرکز سبدای پیرامید تماشا می رویم. شاید یکون چیز هم می خریم. یکون پای افضل می بینیم. تو هم بیا. اصلا اومده نمی توانم. مادرم اجازت نمی دهند. لیکن امروز یک جا می روند. از روی وضعیت شاید گریخته بیام. مایلش؟ اگر توانم نگوی البته بیا. اینقدر دختر نغز نشب. عجیب ها؟ توازدید. مندرس سردارم غم نخور. یاری تجلی در راه است. سردارم این را بکیرا جانم میدی؟ لازم نمیشه. خودت میدی. دخترم با تو امانت. بیا صورتت را گیرم. نه این خیلی نمیشه. کمی تبسم کن. در گیت. محترم سردار، یک خبری آدم دزدی. یک دخترک 15 ساله. رزیلا. فهمه تو حادثه را زیر نظارت گیر. خوب شده است. محترم سردار، ممکن است به جنازه بیایم. خوب بیا. بعد از عصر در مسجد محمود پادشاه. بله. شاید دانی.
با چشم چی شد؟ هم تو تصادفاً هیچ گپ نیست. خیرش که جای کار نماد با تو پسند است؟ البته سردار، البته برای من فرق ندارد. مادر بودن آسان نیست. از این رو تو یشان وقت در همینجا کار کن. من حاضر به خانه در آمده از اونجا به جنازه میگذارم. مایلش سردار، من هم البته تو هم بیا بچه ها را تشکیل کنید. یگان گپ شده است؟ نه سردار. تشکیل برای چی؟ به جنازه کمیسار مندرس. بیچاره مندرس از برای کیم که مرده رفت حیف شد. کمیسار مندرس حیف نه، بلکه شهید شد. مردانوار شهید شد. اگر برای شهید شدنی او کسی را گناهکار شمارید، از عقبش نید در رویش گپ زنید. محترم کمیسر. چه؟ نقشه رو کمتر بر وقت گیری می شود یعنی امروز پس الده خبر میدیم. نه یگان مشکلی نیست. پروا نکن نشود پگاه از روی نقشه میکنیم. فهمو؟ سلده کاری پگاهی نه امروز تیز پسان کرده بیا. اما اونجای از روی نقشه او برادر آه گوگر داری؟ حاضر یک دقیقه. اکا سیگارت کنی. اکا برد کت حتی سیگار را بس کرد و ما نمیزه بد کشیدن. اکا جان و من نگاه کن توستی رخصان دیگر تو رو در این کچا نبینم. فهمیدی همه؟ اکا جان آخر من چیکار کردم؟ یک بولی دیگر توستیت را بینم در همین جا بیزیر رخصه می سوزانم. فهمیدی رسول؟ مایلش گم شو تیز گم شو گم شو گم شو گفتم رو. خداوندا التجا میکنم نگذار که از پشت همه رازنها خطا کرده. توبه هم را شکنم. التجا دارم فقط این کنده را در کجای دیدم؟
ها دخترم ду дарси охирамон нашуд. Муаллим касал будааст. мо ҳам барвақт омадем. дада ба хайр аст? اینجا خانه من نیست. یک درایم گفتم اگر اجازت عالیتان می بود ملکه نوربانو. не яъне шуморо аксари вақт дар хона намебинем дадаҷон. о барои ҳамин очак кабоб دستهایت را شوی لباست را عوض کن майлаш дадаҷон لبای دخترم. чӣ як пойафзол варзишӣ харида метавонӣ барои ман? برای درس ورزش؟ не дада барои ҳар рӯз пӯшидан. درس ورزش نباشد. پایافزال ورزشی را چکار میکنی؟ дада акнун замони шумо нест. акнун бо шиму костюмам пойафзоли варзишӣ мепӯшанд. دخترم اول یک بار پرس کنی پدرت امکانیت دارد بیاین هم یک دنیا قرض داریم дар мактаб ҳамаи дугонаҳоям доранд. آنها دارند گفته تو هم باید داشته باشی офе медонистам ҳамеша ҳамин хел. لباسهایت را هر طرف نپرتاب خیر من رفتم. نجیب من درباره قرضهایمان به مادرم گفتم. از پدرم کمی کمک خواستم. بعد آهسته آهسته میدهیم. گوش کن. 16 سال میشد ما تو خانه دار هستیم. حالا همه را نمیدانی؟ وضعیت پدر بسیار خوب است تو میدونی کو. تو چی حالا همه را نامختی؟ از حاله تو من قرض پس نمیگیرم. تو با کارهای مادی خانه دخالت نکن. پدرم با صورت حسابی تو یک مقدار پول گذرانیده است. چی؟ 10,000 لیره به فکرم. این را بگیر. پول رو با پدرت برگردان. فهمیدی؟ کد مخفیم. سنه تولدی تو. خداوند کریم در قرآن می‌فرماید هیچگاه آنهایی را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده نپندارید. برعکس آنها زنده هستند. آنها در نزد خداوند خود از نعمت‌هایی که از لطف خداوند به آنها داده شده است استفاده بوده خرسند میباشند. اگرچه ما نمیبینیم لیک آنها حیات خوش و خرسندانه به سر میبرند. ما نشنویم هم آنها با صدای بلبلان باغ جنت شاد میگردند. چی خوش به حال آنهایی که شهید شده به نزد خداوند خود میروند. شعبه کمک که همچون شعبه عملیات فوری در نزد ریاست کارهای داخلی شهر استانبول تشکیل شده بود در عملیات یکم خود یکی را از دست داد. لیتنانت کلون میلیتسیا مندرس ریحان در عملیات شهید شده. نفران زیادی منسوب به گروه غیرقانونی جنایی دستگیر شدند. لیتنانت کلون میلیتسیا مندرس ریحان از کارکنان موفق و جسور پلیس بوده. خبر مرگ تمام کارکنان پلیس را سخت اندوهگین نمود. шумо то пирамид нарасидед ҳоло? ҳа, модарам дар хона нестанд. шояд биёям. дар куҷо вомехӯрем? дар назди қаҳвахона? тамом, тамом. хуб, то дидан. Тамом.
ها این تویی؟ چرا بر وقت اومدی؟ درسم نبود. تو اینها رو مناظر. الپر جان نگاه کن. بین مادرمون نیستن. من یک ساعت بیرون میبرایم فهمو؟ مادرم ناومده برمیگردم منش جانم. با کجا میروی؟ چیکار داری؟ با رفیقان هوا میخورم لیکن با مادرم نگویی التماس بین خودمون ماند. با یک شرط. مالش وقتی اومدن شکلات گرفته میارم. مرا میدونی؟ مالش تو بازی. مالش نگاه کن. دریاداری وقتی که این رو گرفته بودم. نجیب اما پدرم نمیآید دیگر. او میآید. فقط ما او رو دیدن نمیتوانیم. اما او ما رو میبیند. چه خلاقه من او را دیگر نمیبینم. پدرت تو رو میبیند. بس نیست مگر؟ اگر گریه نکنی شاید تو هم او رو ببینی. مایلاش گفته تو رو میکنم. گریه نمیکنم قهرمانم. برای تو گریه نمیکنم. خیر تو بازدید. سلام. درباره یک مواد آرایشی در بین جوانان پرسشنامه میگذرانم. 6 تا سوال دارم. وقت داری جانکم؟ چقدر دوام میکند؟ یک چند دقیقه. مایلش؟ انا در اونجا ماشینمون ایستاده است. در داخل اون میپرسم. مایلش؟ در روز دوام نمیکند؟ پروا نکن جانکم، دیر دوام نمیکند. رفتیم. انا رسیدیم. مرحمت. اوف. مسئله حل. اینقدر دیر کرد.
خدایه تلفنش خاموش است. با مادرم زنگ زنم. نه بهترش نه. باز در بلا نمانم. گیروز جانکم، غیر تقدیر الهی از دستمون چی می آید؟ میدونم اپا، میدونم، لیکن بعضم آدم خودش رو داشته نمیتواند. همون وقت من تریزه تازه میکردم. من در حال به 155 زنگ زدم. رقمی دولتی ماشین را میدانید؟ نه. آن آدم را اگر بینید میشناسید؟ نه. همه چیز در یک دم شد. پشتش طرفی من بود. نمودی ماشین چگونه بود نمیدانید؟ به خدا از هیجان فرق کرده نتوانستم. یک ماشین عادی میدونستگیتون ماشین ده تمغش رو نمیدونم. یعنی ماشین کلان میکر اتوبوس برین بله؟ نه ماشینی سبکرو. تشکر. بیامان دکتر نمونهش رو روان کردیم کو. مایلش یک چیزی دیگر است. تو پگو وقت داری ها؟ مایلش در تماس میشویم. خیر. با دستت چه شد ها؟ هیچی نیشف. مایلش دکتر شاید پگاه بگاه بیاید. وقتی آمدنی و بازم میخواد فکر نکند. شیف چه شد؟ با فکرم نفهمیدی. چرا؟ در پایان یک دختر نه دو دختر هست. وقتش رسید سال هاست که انتظارش بودم. چی شد اپا؟ اپا گیروز جون من روم. کودکان تنهاین. خواطر نشوید در خانه‌اند. استید به دستتون ملهم بیمولم. نه لازم نیست گیروز جون. من روم. برای چی؟ دیر شد گیروز جون. الپیرل گروسنه ماندگیست. نور بانو هم به او خوراک پخته نمیتواند. من بهترش روم گیروز جون. دخترم تو هم کمی استراحت کن. می آمدگی ها هستن. مایلش خودتون میدونید. مجبور نمیکنم.
یعنی مهمانی نومان امین خودی خودش تنجای مهمانی در درون بوده را بگو که خاموش ایستد. خوب اکا. و اگر نه مهمانی نومان ناراحت می شود بس نوربانو بچه جون اپا اتراگوی در آشخانه با من یاری کند تیز. اپام بیرون رفت. چه خیلی با بیرون رفت؟ با دوگانه هایش وا بخورده است. کدوم دوگانه؟ کدوم واخوری در این ساعت؟ 1 ساعت پس میایم گفته بود. من به او نشون میدهم با دوگانه هایش وا میخورده است ها؟ تو هم برای چی به من خبر ندادی ها؟ تلفن توست؟ این خیلی باشد به مادرت زنگ زده خبر میدهیم. خواطر نشود. آچه جون آچه جون نوشتگی. گرفت. انا زنگ زده ایستاده است. الو دخترم چی گپ؟ سلام خانم. الو 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 چی مرا نمیشنوید؟ آوازم نمیآید؟ شما کیسید؟ نوربانو کجاست؟ دختر عدس در پیشم. آوازش رو شنوید؟ آجا جان خیلی که شنیدین خودش بسیار خورسند، لیکن افسوس که امروز به خانه اومده نمیتواند. ما باید با شما زنگ میزنیم. نه نقصمانید خانم، لیکن به پلیس خبر میدیم نگویید. آجا جان اما سرجن مرا التماس تنجای همش خوب میشه. دخترم نوربانو. اپا همش خوب میشه بده اپا. اکا جان راست است. این احوال رو بین. همین سهر یک دخترک را دوست دیدند. حاضر باشد دختری ما رو. آدم نمیداند که لحظه دیگر چی به سرش می آید. رفیق سردار، گروه تکنیکی رو خبر دیم. جایی که از تلفن موبیلی نوربانو زنگ زدن شاید پیدا کنیم. نه آنها پیشکی نقشه کشیدند، چون دختری سردار ریاستی کارهای داخلی را دوستیدند. یا کم تجربه یا احمقند. ولی ملش تیمور چکلی که نباشد، تو از پای گروه تکنیکی شو. دیگه تو با من بیا.
وقتمون کم. شما رهبر صنف دخترم میباشید. میدونید که رفیقان نزدیک دخترم کی هایند؟ медонед ба ин мактаб омадани нурбонуро вақти бисёр нагузаштааст, лекин ҳангоми навбатдор буданам дар роҳрав ё саҳни мактаб бештари ӯро бо ду дугонааш медидам. آنها کیستند؟ мо дар вақти дарсҳои холӣ ҳамеша ба ин ҷо меоем. امروز هم به اینجا آمده بودید؟ бале, дирӯз ҳам омадем, лекин вай бисёр нанишаст. яъне нурбону модарам интизор мешавад гуфта одатан барвақт мебаромад. аксари вақт мо нишастанро давом медодем. خوب امروز وقتی آمدن کسی شما رو پیگیری کرد؟ در اینجا یا در مکتب؟ یگان شخص شبهناک؟ не, ин ҷо монанди буфети мактаб аст. аз дигар ҷо одамон кам меоянд. одатан талабагон меоянд. қаҳвахонаи наздик ҳамин аст. هنگامی برآمدن دقت شما رو یگان چی جلب نکرد؟ نقص فکر کنید. حیات دخترم شاید به همین وابسته باشد. не, ҳеҷ чиз диққати моро ҷалб накард. ҳарвақта бар ин. бе ин ҳам мо ба тарафҳои гуногун меравем. баъд аз каме роҳ рафтан ман ба қафо нигоҳ кардам. мо баъзан бо нурбонӣ шӯхӣ мекардем. якчанд чиз диққатамро ҷалб кард. چی؟ як зани маъламои зардина ба нурбону наздик шуд. дар дасташ як варақ буд. либосҳояш шинам буд. шояд анкета мегузаронид. بعد؟ баъд мо ба гардиш рафтем. дигарашро намедонам. محترم سردار، سلامت باشید دوستان. اگر یگان چیز به خاطر آوردید البته، لیکن البته به من زنگ زنید. ساعت چندی که نباشد زنگ زنید. خب فقط تشکر از شما. بخشش میپرسم. این رقم تلفن من تاکید میکنم که البته به من زنگ زنید. خدا خواهد دخترتان را به زودی مییابید. ором шавед оне рапа, ҳамаш хуб мешавад. ором шавед. ором, ҳамаш хуб мешавад. دخترم دخترم را دزدیدند. وای دختر جان. янга ҷон, янга ҷон, ҳолаи шумо камтар шинед. ором шавед, илтимос мекунам. шумо агар ин тавр кунед ҳоли янгам боз бадтар мешавад. илтимос ором шавед. янга ҷон, аҷон, ҳолаи махмура агар шумо ин тавр кунед охир ором шавед. илтимос. алперан ҷон, зиқ нашав, гирья накун. апатро албатта меёбем. ҳамаш гуноҳи ман. агар ба модарам занг мезадам ин хел намешуд. кирос, биёед шумо ҳам ба хона равед, дер шуд. биёед равед, майлаш. دقت صاحب قهوه‌خانه و پیشونتان را چیزی جلب نکرده است. مشتریان اکثر طلبگانند. بعضن کلان سالان هم می آمدند. در نزدیکی یک دو کارگاه است. از آنجاها نیز آدمان می آمدند. هیچ چیز پیدا نشد. همین انکیدا رو شاید صاحبان همین دکان‌های گوشه و کنار دیده باشند. ببخشید. سلام جانکم. جانکم، کار برآمد. کار برآمد. میآیم. نمیدانم. تو چی خیلی؟ ببخش. مالش. تا دیدن. یگیت، تو به خانه رو. لیکن حاضر رو. خوش که باشه سهر بر وقت به اینجا میاییم. خوب شده است. مرکز پرودوسری همصدو تقدیم می‌کند. برنامه کنسرتی همصدوی دلها با شرکت ستاره‌های استرادای توجیک. سیکریومو حکیمون، مهربانی
سلام. چی حال داری؟ شکمی زند دم. امروز پگاه میزاید. ساعت نمیدانم چندی شب در خانه تنها. تا این وقت در خانه نیستی؟ به فکرت باید چه خیلی باید باشم؟ درست میگویی. لیکن کارم همین. با من کار نگوی. کارم نگوی. نازان، وقتی آیله دار شدنمان میدانستی که وقتی کاری من نامرتب است. لیکن تو این درجه هم نه. از شرق آمدیم. همه چیز نقص می شود گفتم. دیروز یک رفیقت شهید شد. وقتی کاریت نامعلوم. هیچ چیز تغییر نیافت. هیچ چیز. چی شد؟ نازان. نازان. هیچ چیز. تو از پسی کارت شم. زنت از عهده خودش میبراید. نازان. بیا تو را به جای خوابت برم. بیا. خوش آمدید. یگان خبر هست نجیب. پلیس کاری خطرناک است. دشمنش بسیار. به زمین ماشش دوب بود. چند بار گفتم بیا مغازه ما رو کار فرما، لیکن از کجا؟ کی گوش میکند؟ کی؟ بین نتیجهش همین. خدای مخموره. تنها کودکان پلیس ها رو میدزدند. این خیلی نکنید از بحر خدا. آخر گناه یکم چی؟ کاری او حیات ما بر این آدمان رو محافظت کردن و غمشون رو خوردن است. فهمیدید؟ این نغز و دخترم کنی نبیرم نیست. اما که ثابت شما کلانتری مایید. باید کمتر متین باشید. آی اوچا. چی شد دخترکم؟ بیا. دادم امروز هم نمی آید. نباشد خوابم نمیبرد. خواب کنی در خوابت میبینی. میبینی البته جانکی من. در اطراف یک چند مکتب است. انکیترون تست می آیند. دیروز دقت شما را یگان کس یا یگان چیز به خود جلب کرد؟ دیروز کارهایمان بسیار بود. اهمیت ندادم.
نقص فکر کنید خانم. یگان که داری زردینه شاید به چشمتان آموده است. یک مدت با یکی از مشتریان کرسی نشان میدادم. یک زن دقتم را جلب کرد. گفتگیتان بر این زردینه در دستش پاپکه بود، مثل آن که تارون مقرری بود، اما زن بسیار خوش سر و لباس بود. خوب؟ چقدر گویم؟ گویا آن کتر نبود. برای چی؟ چون که بعد از درس ها با وجود اطراف پر از طلبه بودنش به کسی اهمیت نمیداد. دختری جوان گفتید؟ نقص به خاطر ندارم، چون که یک لحظه دیدم. خیر بعد همون زن از پشتی همون دختر رفت. تمام. چه تمام؟ گوش شنید، در اون وقت با یک مشتری بند بودم. اون چی به خاطر دارم همین. لیکن از اول که تارون ندیدم گفته بودید. گفتم کو اون زن به انکتر اونقدر مانند نبود. گویا کسی رو برای واخوردن انتظاری میکشید. 160. زی جان تو از پشت کارت شوه کن. ینگه جان پروا نکنید، من اجازت گرفتم. ایسا من جواب میدیم زی جان. الو سلام شکنه آزمه میگو دخترم در کجاست؟ دخترم در کجاست؟ مسئولتون جواب میدیم. آروم شوید التماس. تنها از شما یک خواهشی خورده دارم. فقط که دخترم را به من برگردونی. اگه با جایی که به شما بعد میگویم در یک سوکه سیاه 250,000 بیارید. دخترتون رو گیرید. چی؟ 250,000؟ 300,000 شد. شما چی میگویی؟ 400,000 شد. چه دخترتون با 400,000 نمیارزد مگر؟ برای جای پول رو ماندنتون زنگی برای انتظار شد فراموش نکنید تا پگاه وقت دارید. نباشد دخترتون رو دیگر نمیبینید. نوربانو با شما سلام میگید. ینگه جان چی گفتن ینگه جان؟ محترم سردار، همان دختر دیگر چه کدیم بین آنهایی که او را و آنهایی که دختری شما را دزدیدند شاید یگان پیوستگی باشد. چه پیوستگی میتواند باشد؟ باقی هر دو حادثه را یک جایه کنیم و یگان نتیجه میرسیم. ما در دست یگان اسنادی نداریم. گپ زنش در پنهانه نگاه میکرد نجیب سردار. وقتی که من فهمیدم راهش را بریدم. یک لرزاندمش تلخه کف شد. اگر کارهای همون رزیل باشد دعا کند که پیش از کارکنان عدالت به دست من نفتاد. چهرهش را در یاد داری؟ البته آینه برید، اکرانی پر برید. همکارانی ما صورت رابطش رو کشیده میتوانی؟ والله رابط پابط نمیفهمم. لیکن خواهی اگر نسخهش رو برآورده میدیم سردار. لیکن باز یک چیز دیگر است. من این نامرد رو میشناسم لیکن از کجا نمیدونم. وقتی در داخل بودنم حافظم ویران شد. همه چیز رفت از خیالم. از آن روز اعتبارم فکر میکنم و یادم نمیآید. خب یعنی نامش رو میدانی؟ رفیق سردار، این حریف از سیاحتی پیش از توبه کردن نمیباشد. این شنیق. لیکن هرچند مطار را کار میفرمایم برای یافتن تماما نمییابم. هیچ گپ نه، این هم نیمی کار. به هر حال به شعبه میرویم. تو صورت رابطش رو میکشی. برای خط سابق اطرافیانت هم سبقانه چشم انداز. شاید به یاد بیاری. یک فکر کن. با جان دل. نابه زنک 400,000
400,000 پگاه پول میپرسند این بیناموسان ها کجا زنگ زدن خانه خوب یکون خبر هست نه تا حال نیست янга ҷон ягон чиз менӯшед ҷонака اوچا духтарам تو حال یگان نشان نیست نشود که دخترم را کشند 400,000 ها با پول پیشینه 400 میلیون ҳамон ду хона ва мағозаамонро фурӯшем чӣ این خیل گفته فروخته نمیتوانیم ده تا پگاه چه خیل میفروشی فقط در بانک به گرو گذاشته قرض گرفته میتوانیم نه یک چاره داریم از سودخور میگیریم دخترم صبر کن یک چیز به خاطرم رسید یک همسایه ما را پسرش گم شده بود آنها را میدانم که یافته بودند دخترت گم شده است بله یگان چیزی دخترت در دستت هست парто даруни коса янга чӣ кор карда истодаед ҳамин зане ки ҷодугар духтаратро меёбад ақлатонро хӯрдед магар зуд бош вагарна ман дар ин соат фол намедидам парто номи духтарат нурбону гуфтӣ а нурбону номи ту чӣ ҳунар духтарат нурбону дар лаби соҳил дар боғ дар харак нишастагӣ дар наздаш як ҷавон аст бӯзбала қад баланд чӣ хел мешавад духтарат худаш ба он писар гурехтааст аз ту пул мепурсанд фиреб мекунанд духтарат бераҳа шудагӣ охир духтарам ҳоло 15 сола аст айби ман чӣ париҳо чунин мегӯянд янга ба ӯ бовар накунед охир духтаратон ҳанӯз хурд аст дар боғ 1000 лира лабай 1000 лира мегӯям оча рафтем тез равед вагарна аз даст медиҳед тез тез овезаро гирам гир тез 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 рав рав دخترم دختر جان ана дидед гуфтам ки ба ӯ бовар накунед шояд рафта бошанд аз ин ҷо дар ҳамин ҷо ягон духтари 15 сола надиде ба то монанд духтарам не мо якуним сол шуд дар ҳамин ҷоем ғайри мо як амаки пир бо як холаи пир буд дигар касе набуд гуфтам ку янкаҷон биёед баргашта боз ба назди фолбин меравем зуд
рафиқ Сардор, аз гурӯҳи техникӣ хабар омад. аз телефони мобилии духтаратон ҳанӯз ягон нишон нест. ғайр аз ин рақами телефоне ки ба хонаи шумо аз он занг задан рақами таксафон будааст дар Кадокӯй. вақташ маълум нест? дар наздикои кулбаи телефон ягон шоҳид будагист? тез кофткор кунед. хуб Сардор, лекин кофтанамон натиҷа намедиҳад. дар ёд надоранд. ҳар рӯз шояд 1000 кас аз он ҷо телефон кунад. тимур, ба чашм. рафиқ Сардор, девона шудам. ман ин одамро аз куҷо мешиносам, ҳоло ҳам ба ёдам наомад. айдод тез бошед, тез бошед. пулҳоям ро дӯст در کوسد یگان چیز پرتو شاید که یابی تو چی خیلی خوبین هستی که حتی پولهای خودت رو یافته نمیتوانی من با شما میگویم که مرا غارت کردن. میفهمید شما کی تو رو غارت کرد؟ تو خودت همه رو غارت میکنی خلاب کی رفتم به من یگه کمک میکند؟ پولهایم را دزدیدن آخر. غارت کردن مرا. الو دوستای لعنتی. دخترم یافت شد روشنها. کجایی؟ با چه من یاری دهید میگویم. التجا با کار ما همراه نشو. نجیب حضورم مده کجایی؟ خونم سخت میگویم. چرا مرا میبرید؟ شما باید دوست ها را دستگیر کنید. سرده میگویم. سرده میگویم با تو. سرده. محترم سردار، این فال بنجین و پری دارم گفتم مردم را گل میزنند. پرونده جنایش را باید دید. او را بارها برای خلابه دستگیر کرده بودند. فهمم سردار، فهمم. زنی پلیس شده خرافات پرستی میکنی؟ من مادرم برای یافتن دخترم هر کار میکنم این چی باشه؟ نجیب سیجان، همتون به خانه دیگر گذارید. ака бахайр аст چرا من به خانه دیگر میگذاشتم؟ خواهش میکنم به خانه دیگر گذارید. بسیار خواهش میکنم. بیا رفتیم کنی زنک تو هم برو. میمورم و نمیبرویم. در آن چی هست دیدن میخواهم. زنک گپ رو گوش کن. در داخلش چی هست نمیدونیم. نجیب تنها فرزندی دوست می جگربندی من هم هست. من هم حق دانستن رو دارم. بیا. التماس
زنک به خود بیا. با جگر بندم چی کار کردن؟ شو جانم شو زیر نشو میابم او را انشاءالله میابم. الو واه هنر خانم خوب است البته. شرفی با شما هم صحبت شدن رو به دست آوردیم. تو کیستی ابله؟ اوه رفیق سردار این طوری نیست مگره؟ من با تو چی بودن عیب رو نشان میدهم. پاچتای مرا گرفتید. چهره که ببیند حتی به خانه هاتون در آمده میتونم. امیدوارم فیلمی فرستادم رو بکن کردید. حریفی بیناموس. به طرفی خوبی مسئله نظر نمایید. هیچ نباشد دختره دارتون آراسینده است. شما رو خرسند کنیم گفترمون کردیم. بیانگه با پلیس خبر ندید گفته. خطا کردیم کو. تمدراگیر ابله چی میخوایی؟ گمزن چی را به گرو گرفتنم را از اول میدانستند محترم نجیب سردار. اکنون گوشهایت را کلانتر گشا. تو چی ها میگوی ابله؟ گفته هایم را به جان آرید. دخترت را به قتل میرسونم. چی میخوایی؟ درخواست پول است؟ بیانگه 400,000 گفته بودم. با تعلق افتاده بود. شوخی بود البته. با من پول من لازم نیست. خیر چی میخوایی؟ تو باید یک کس را کشی. فخری جینگاز را در محبسه بینم رو میشناسی. برای امروز ساعت 7 در کارخانه کنه کیچسازی به قتل رسان. الو 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 تیمور از پروکورور اجازت نامه گیر. با تعقیب تکنیکی زنگ زن. رقم شخصی رو که به خانه ما زنگ زده بود معلوم سازم. زود باش. خبری تو رو انتظارم. من در اداره میشوم. تیمور از تلفن نقشم گوشتانش رو گیرم. بله سردار. با دیویدی در دستم بودم مقایسه نمایید. حتی لفافه دیویدی رو تفتیش کنید. بچه ها دیدن آخر آن تکسافان است. صدها پای دست میماند. معین ساختن کمی دشوار خواهد شد. گوش کن تیمور افسانه نخوان. ما در دست دیگر چیزی نداریم. خردترین امکانات را استفاده باید کرد. نمیدانیم اگر اکا دختر آمد. با تا خانه بر می آیم. نور را نیست خوابون. خوب اکا. حاضر خوابت می برد. دکتر در درون است؟ همین دختر است. خوب جراحی میکنیم. سلام کمیسر. علاقه مدیر شدم بشین. البته چند سال شد. همینطور نه؟ چه علاج عادت شده است تنها 2 روزم ماند. انشاءالله رفیق سردار بعد از آن آزادم. با تو در خصوص مسئله مهم باید صحبت کنم فخری. دختر به 2 گرده زیاد زیستن نمیتواند. خودتان میدانید که. البته باری اول نکرده ایستاده ایم که. یعنی عضوهای باقی مانده اش را نیز گرفتن هم ممکن. از این سبب نرخش را کمی اره میکنم. افسوس که در شرنامه این نیست دکتر. میدانی که تو دختر را با دستگاه دیالیز پیوست کن بس است. گیر حساب کن. لازم نیست. به کجا می رود؟ هنوز معلوم نشده است اما نیکولاس گفته که یک مشتری فرانسوی دارم.
بسیار ارزشمند است. اگر بافته ها موافقت نمایند به وی روان میکنیم. حالا همین خیلی بله جناب صاحبی. برای دخترتون غمگینم. به این هم چند روز است که در دادن اجازتنامه ها مانع نمیدیدم. اما این درخواستتان ناممکن است. گوش کنید جناب صاحبی. فخر جنگاز را نمیکشم. یگانه چیزی که باید اجرا کنم امروز را ساعت 7 به جای تعیین شده باید برم. باقی مانده شو خودم حل میکنم. اما شخصی میگفته که اتون پگاه آزاد میشد امروز نی. یک روز پیشتر آزاد کردن ناممکن. با قانون راست نمیآید. حیات دخترم در خطر است جناب صاحبی. میدانم و غمگینم. اما قانون است. یگان چیز از دستم نمیآید. خیر فرض کردیم که برآوردیم. رفت و در نقشه‌تان یگان خطایی برآمد و به سر آن شخص یگان کاری بیاید. آنگاه چی میشود؟ حیات کسبیمان ویران میشود. هممون به حبس میافتیم. اما حیات دخترم از این وابسته است جناب صاحبی. میبخشید و نجیب سردار. از دستم چیزی نمیآید. قاعده های عمومی را رعایت کنید. قاعده های عمومی رو میگویید؟ سردار آرام شوید. خانم لطفا بشینید. تمام دسته هایمون در جستجوی دخترتانند. انشاءالله او را صحت و سلامت میابیم. دختر شما را دوست دیدم. مادری چی گدیم؟ کسی زنگ نزده است رفیق سردار و کسی هم پول طلب نکرده است. محترم سردار، به یادتون چیزی آمد؟ من آمدم. تنها آمدنم را میدانی. شخصی میخواسته گت را آوردن نتوانستم، اما به جایش من آمدم. تو اصلا مرا نمیخواهی مگر؟ گیر آخر مرا. لیکن دخترم را آزاد کن. میدانم که مرا دیده ایستاده ای. مرا گیر، اما دخترم را رها کن. الو
راستش ما رو با هیجان آوردی. نمیدانستم که دخترت رو اینقدر دوست میداری. اما افسوس قایده است نجیب. تو گفته هایم رو نکنی دخترت رو نمیبینی. شخصی گفتگیت پگاه از حبس آزاد می شود. پگاه در اینجا درخواستت را بجا میارم. او را در پیش چشمانت می پرانم. فقط با دخترم دست نرسان. الو خیر مایلش، تو یک اسم شرط من رو اجرا نکردی. منم اجرا نمیکنم. چی گفتن میخوایی؟ گوش کن، پگاه ساعت 3 در همین جای. تنها بیا، در عکس حال چی شدنش رو خوب میدانی. الو 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 رفیق سردار، این رو کمی پیشتر کوریر به شما آورده است. بچه ها از نزد دروازه گرفتند. یگون چیزی خطرناک نیست. به فکرم به شما همچون هدیه فرستادند از شرکت بوسه حیات. خوب حلیمه، میتوانید روید. بوسه حیاتت همین است. تو همان حرامی نیستی که از پیرسه بوسه حیات با زور خلاص شده بودی. جزایت را به هر حال خواهی دید، امروز یا فردا. عصبی نشو، خدا نکند با زخمی معده نشوی. پگاه ساعت 3 در همین جای. از خاطر نپرار. همراهی فخری بیا. اگر یگان بازی کردن خواهی دفعه دیگر. بابای رفیق سردار، همسرتون زنگ میزند پیوست کنم؟ رفیق سردار، پیوست کنم؟ خوب پیوست کن. الو نجیب، از دخترم یگون خبر هست. چرا به زنگ هایم جواب نمیدهی؟ الو نجیب. بابای
گوش دارم. گفته ایستادم جانم. مشغول بودم. حاضر گپ زدن نمیتوانم. نجیب از برای خدایاب دخترم رو دیگر طاقت ندارم. الو نجیب گوش دارم. کم تا سرم گرنگ اسونه. به خوابی نیست کشیدم. میدونی کو گفتگو رو دوام داده ایستاده. شما هم در خانه دعا کنید. میلش تا دیدم. اکا بخیر است. چرا ما رو به بیمارخانه خواندید؟ مرا نپرس. زیجان مرا با دقت گوش کن. از وجود این چی عضو است؟ از وجود بریده شده کنده شده یگان پرچه تکرارا چسبانیده می شود. این برای من مهم است. چقدر بریده شده؟ تو گیر این رو. اگر چیزی با جراحی چسباننده میشدگی داشته باشید شرایط‌های مناسب دارید. به فکرم محافظت کن. خوب؟ آقا چی است در داخل اون و هم از اونی کیست؟ بس گفتم بس خب اینجا نگر. یه دمتا گیر و دمتا گیر میگویم. دمتا گیر. خود انا همین خیلش در جان. این را تنها با تو نقل کرده میتوانم. اکنون درک میکنم که چرا دوزخ بعضی ظالمان را سوزانم گفته. کفم میگفته سرچند هنوز آنها در این دنیایم. من هم حالا خود را مثل جهنم حس کرده ایستادم. تو همان پیشتر شناسیت را یک پرس. لیکن با من وعده ده که اگر درباره همان حریف یگان معلومات پیدا نمایی با من خبر میدی. خودت باشه دخالت نکن. توبت را نشکن. خوب؟ ولی نمیدانم. گفته نمیتوانم که طاقت کرده میتوانم یا نه رفیق سردار. لابه سردار درباره سردار دسته روزانون سونر یالچینکای که هنگامی عملیات بوسه حیات گریخته بود یگان معلومات پیدا کرده نتوانستیم. از روی معلومات ها در کشور نیست. شناسنامه قلبکی استفاده بردگی حریف حرامی. خوب شد. والله نجیب سردار
اگر تو مرا به راه راست نمی‌در آوردی کی میداند تا امروز با چندین جنایت‌های عضوی بدن فروشی سببگار می‌شدم. اگر معامله و رفتار خیرخواهانه تو نمی بود شاید از دسته عضو فروشی که من نیز به آن منسوب بودم به دست می‌افتادم. ها کجان برای چی ما اینجا آمدیم؟ فخری تو را دوست می‌دارم. این را می‌دانی. البته میدانم اکا جان. هنگامی صد شدنم در محبس خانه بودنم و غیر بسیار یاری رساندی. الله راضی باشد. میدانم که تو همه را دوست می‌داری. از محبس خانه تسبیح‌های زیاده که آنها را با دست خود از دانه‌های زیتون تیار نمودی روان کرده بودی. گپش نیست اکا. معقول شدگیست انشاءالله. معقول شدند. لیکن تا همین جای بوده است فخری. اکا این شوخی به مناسبت آزادیم است مگر؟ بیامان اکا جان. نه فخری اصل نمی کنم. حاضر سببش رو به تو فهمانده نمیتوانم، اما تو را کشتنم در کار. برار کسیمت را. اکا چی ها میگویی؟ و تو کسیمت را برار گفتم. به خفگی فخری این را نمیخواستم اما مجبورم. اکا چیکار؟ سلاحت را دور فردا. پلتای کش. سلاح ندارم. گفتگیم را کن. تاب خور. پایهای شیمت را بالا بردار. و تو سلاح ندارم گفتم. گفتگیم را کن. براو 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 براو. خواستت به جا آمد؟ حالا نه. پس دخترم کجاست؟ عجب پالیسی ساده بوده ای. از کجا برآوردی که من در گپا می ایستم؟ این کایت رو میدونی؟ روز یک کشدمی آن طرفی کای رو میدونی؟ روز یک کشدمی به آن طرفی نهر گذاشتنی بوده است. برای این از قرباقا یاری طلب نموده است. قرباقا باشد تو را به پشتم گیرم مرا نیش زده نمی کشی گفته است. کشدم باشد تو به من مدد میرسانی چرا تو را نیش زنم گفته است. قرباقا راضی شده است و کشدم را پشتاره کرده به طرف دیگری نهر گذرانده است. هنگامی از پشت قرباقا پر آمدن کشدم قرباقا را نیش زده است. قرباقا مرا نیش نمیزنم گفته بودی که. طبیعت منم این است نجیب. کیفیت بازستانی تو به قدر رساندن این مسخره بازی که به من خیانت کرده بود نخواهی دانست. برای فهمیدنت در جای من بودن لازم است. حالا نقطه آخرین انتقام مانده است. تو هم هلاک می شوی. از جایت نجوم. این
مشکل شد تو؟ به خاطر آوردی مرا حریفی بیناموس. نام حاضرت چیست؟ تانر یا که تنخو؟ پر تا سلاحت رو که سرت را تکه و پاره میکنم. شد تو نمرده بودی؟ تو سردارم را چی فکر کردی؟ این در تنم بودگی ها را خون خیال کردی مگر؟ فیلم برابر گرفته لعنتی ها. نمد را گیر خیز می رویم. الله رفیق سردار، نقشم خوب بود. تپانچه خونی بدنم، سلاحی بسمکم ماندگیتان هم عجایب بوده استه. بله. من نقش خود را چون اکتیار خوب بازیدم ها سردار. شد فخری شد بس. خوب سردار. آخران بار میپرسم دخترم نوربانو کجاست؟ ساعت چند شد؟ با سوالم جواب ده میگویم. ساعت چند بودنش رو با من گویید. شاید معلوماتی میگفتگیم به شما فایده ای آورد. وگرنه دخترت میمیرد. رزیل تو چخل آدمی وسوسی گبزان. تیمور لازم نیه. با چند بودن ساعت چه رو من رو ظاهر میکنیم. ساعت 3:40. خوش چخل محول شد. گوش کنید، هیچ کار کردن نمیتوانید. این را تو نمیدانی. میبخشید چون که در نقشم کمبودی بودنش رو نیز به حساب گرفته بودم. اگر من ساعتی 4:20 در طرفخانه فنر گاستینی نشوم، شریکم حتما دخترت را گرفته میکشد. میفهمی؟ بسیار خود باور نشو. اینش کار شما به من فرقی ندارد. مهمش این که دخترت در دستی من است. یگیت. آره، در زیر نظارت است. سلاح نیست در جایش. تو زیر نظارت هستی، زیر سلاح نیست. اگر اگه نامعقولی کردن شوی چی شدنش رو میدونی؟ میدانم که شریکم دخترت رو به قتل میرساند. نمد را گیر. سلام علیک. یگی چی نامعقولی هست؟ آواز کن شد. یگی
دوره گم شوش حالا یگید اون طرف از کجای عقب گریخت و ماشین سوار شد. رقمش را دیدن نتوانستم. یگید حالا یگید از دست دادم راه سردار. چی شد؟ از دست دادم. باز چی گپ؟ یگون خبر هست؟ حاضر وقتی نیست. الو عجبو یگون واقعا رخ داده باشد. خیلی خشمگین و عصبانی بود، یا که یگون بدبختی شده باشد آنچه جا، یا که دخترم را. اپا شاید هنگامی زنگ زدنتان با کاری بند بودن. چند سال شد حال هم عادت نکرده اید مگر؟ و تو گفتن آسا دختری مرا دزدیدن. با چشمانم دیدم که چقدر عذاب میکشد. به نوار گرفتن. اپا من هم شوهرم رو از دست دادم، نصف جانم رو گرفتند. من شما رو میفهمم، اما کمی با صبر بودن لازم. بچه چیکار ده؟ اوه اکاجدر تو در این جای ها؟ سرزاله نکن مرا گوش کن. همین لاینه میشناسی؟ میدونی که خاطره ما بعدی کادر ضعیف شدگی. چکلی که به خاطر آوردن نتوانسته استادم. اکا چخیلی که برآورده نتوانستم میبخشیده؟ میبخشم، همشم میبخشم. به یاد آر این لاین را، این حرامی را. برای تو 1 دقیقه بعد در روحت فاتحه میخونم. اکا تو اونجای گفتنی یک تاش بود، بعضا با اینجا با قمار بازی می اومد، اما 6-7 ماه است که نمی آید. با اون مانندو اما دلپور نیستم. دلپور میشدی خوب میشد، یا که ریزه ریزه میکنم و این را از آن گوشت کلانی پای هایت سر میکنم. این حرامی را از کجا یابم؟ اکا مبادا این را یگون کس داند او را اکای حقی میشناسد. اسمتی اسمتی آدم آزار. اجدر بیگ. السلام علیکم. وقت بسیار ندارم. چخچخ یگان وقت دیگر میکنیم. همین تونجای گفتگک حریف بوده است. از کجا یابم او را؟ کدام تونجای؟ که بهش روان کرد. تو را میدانسته ای. نه همین. با خیر است. بینقی مرا مجبور نساز. حالا هم تو را حرمت میکنم. 2 کلمه گپ سراغه را ده بس. این دیگره دیده و دانسته آدم را از دست دادیم. شرم نمیدارد مگر؟ شرم داشتنتان لازم.
لابا اجدر انا همین است. رفیق سردار نامی دید بانه که اما رو سوزانده بودم. تونجای بوده است. اینجا سراغای دوستش. با یک امچه میزیسته است بی ناموس. نام امچه باشد؟ سلده. این سلده همون زنیان که تنویس نباشد. انسان باید نسب داشته باشد. همینطور نی؟ خوب یک نقشه دارم. اجدر یاریت لازم است. خوب تیمور تو از پروکورور اجازت نامه گوشکنی رو بگیر. بعد به اداره رفته از من خبر رو انتظار شو. تعقیب تکنیکی رو آماده ساز. خوب رفیق سردار. السلام علیکم. تونجای در خانه است؟ کی؟ تونجای؟ بله. این خلقت رو نمیشناسم. شما خیالم خطا کرده اید. شاید خطا کرده باشم. درست است. اما اگر به اینجا بیاید بگویش که من از کارهای او باخبرم. که بودنم رو پرسد با او با بنزین آتش میزدگی آدم میگویی. گرچه نمیشناسه. خیر باشه. الو تونجای، یک کس آمده تو رو پرسید. نمیدونم کی بود. لابه تیمور. رفیق سردار جای آدمی با تلفن موبیلی بازن صحبت کرده رو ما هم ساختیم. عالی جناب. در حال دسته رو آماده ساز. نیم ساعت پس آنجاییم. ما نیز می رویم. خوب شده است. کنی سراغه رو گوی. پلیس در را گشاید. وگر نمیشکنیم بلا شاند. تونجای در بیرون پلیس. چیکار میکنیم؟ زیر دیوان گریزگاهی پنهانی است. تو بانجا رو. دختر رو چی؟ تو رو زود باش. کسی نیست. الوداع دخترتی شیرین. دخترم جانکم. دختر جان تو گم میزنی؟ کنی دولت رو کشو. شکر الله. مارا تنها نگذار. گم میزنی دخترم. گم میزنی. شکر الله. محترم سردار، یاری تجلیل راجع زدن در کار. در درون همان دخترک. احوالش خیلی وزنه. چک دیم. من میترسم.
янгаҷон бас охир боз камтари дигар духтаракро бухӣ мекунед. духтарҷонаки ман, худо туро ба мо бозгардон. очаҷон бубахш маро. аҳволат хуб аст. дар ин кор ман ҳам гунаҳгорам. ман дурӯғ гуфтам, асири булҳавасиам шудам. майлаш бачаҷон, дурӯғ гуфта бошӣ, шояд айби мо ҳам ҳаст. модарҷон, биёд инро таваллуди нав ҳисобем. албатта ҷонакам. дадам фақат мегуфтанд ки ба будаш агар шукр кунӣ ҳатман неъматат афзун шавад. аммо бо шарте ки рафтори дуруст ва қавли рост дошта бошӣ. дадам ҳамихел мегӯям ку. чӣ дадам боз дар коранд магар? намедонам духтаракам. агар хоҳӣ аз худаш пурс. ҳозир шуморо ёд карда истода будем. дастатон чӣ хел дада? нақс. канигер, ин чист? ин барои ту. ай дадаҷони ман, аз куҷо фаҳмидед ки ба ман ҳаминаш маъқул аст? ту ай тарафа шумон ва кори ман аст. чӣ қадар зебост. рано, ба ман нигар. инҳоро дар газета боз чоп накунӣ. оҳо, нашр намекунам рафиқ сардор. чӣ ба ман бовар намекунед магар? чигдем чӣ хел аст? ҳар ду гурдаи чикдемро гирифта буданд. ҳоло ҳам хаф дорад. аммо аҳволаш беҳтар шуда истодааст. гурдаҳояшро нафурӯхта ба даст оварданатон хеле хуб шуд. яке аз гурдаҳо зарари зиёде дидааст. шукр ки дигарашро бо ҷарроҳӣ ба ҷояш мондем. ака, забони овардаатон аз чикдем. ҷаноби луқмон бо ҷарроҳӣ ба ҷояш дӯхт. барои мисли пештара шуданаш вақт лозим, аммо сиҳат меёбад иншоаллоҳ. лекин агар боз камтар дер мемондед, шояд чикдем дар ҳаёт намебуд. худо аз шумо розӣ бошад. чанд рӯз аст ки хобро надидед, духтарамро ёфтед. намедонам чӣ гӯям. худо ба муродатон расонад. кӯшиш кардем ки вазифаамонро иҷро намоем. мо барои ҳамин зиндаем. муборизаи мо барои зиндагист.